رسانه‌ها گزارش دادند که درگیری‌های شدید است، مثلا ولسوالی‌ها دست به دست میشه به دست نیروهای جبهه موسوم به مقاومت و نیروهای امارت اسلامی. همچون موضوعات را من شاهد نبودم و مردم مثل گذشته ها میرفتن سر کارشان، سر زراعتشان و همگی خوشحال بودند. در ضمن از اینکه وضعیت نرمال بود، بسیاری از باشنده خوشبین بودند به این که پس از حضور امارت اسلامی وضعیت زندگیشان بهتر شده، امنیتشان بهتر شده. مثلا شهرهایی که در گذشته نمیتونستن اوجا رفت آمد بکنند، زمینه رفت آمد برشان خوب شده و بلافاصله همه چیز به شکل نرمال بود. مثلا ما حرکت کردیم از ولسوالی خنجان به بنو رفتیم. در کل بغلان 14 ولسوالی داره که ما 3 ولسوالی چه رفتیم: بنو، دهسلا، پلسار، که این 3 ولسوالی مختص شده به اندرابها و یعنی تاسو په نظر دغه درې ولسوالۍ چې تاسو سفر پکې وکړ وګرځېدئ دا په ناامنو ولسوالیو کې راتلل؟ دقیقاً اندرابها یکی از مناطقی است، یکی از ولسوالی های است که در گذشته ها خود همی افراد، خود همی باشندای محل یکی به دیگه دشمنی داشتن. حداقل کسی به خیال راحت از مسیر از عبور کردن نمیتونست، ولی ما خوشبختانه به دورترین نقاط اندراب رفتیم که قاسان اندراب نامیده میشه و در چند اواخر هم گفته میشد که در قاسان اندراب درگیری‌های شدید جریان داره، تلفات بسیار داده مردم، ولی او چیز ما دریافت نکردم. دیدگاه